یعقوب کریمی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران و میخوان از این موقعیت به خوبی استفاده بکنن شاگردان امیر قلعه‌نویی که امسال به روی دروازه و گل توپ مستقیما در درون دروازه جای گرفت. یک بسته به سود استقلال تهران. یعقوب کریمی به قصد سانتر ضربه رو زد اما توپ رفت مستقیم به سوی دروازه و اشتباه دروازه‌بان استقلال خوزستان باعث شد که این گونه هواداران آبی پوشان پایتخت خوشحالی بکنن. باز هم بازیکنان استقلال خوزستان یک حرکت از سمت راست زمین به قصد زدن گل مساوی. یک افسال به روی دروازه، حالا فرصت و توی دروازه روی دفع ناقص محسن فروزان این سید مهدی سید صالحی بود که موفق شد گل مساوی رو بزنه. یک استقلال خوزستان، یک استقلال تهران، یک. حالا دقیقه 28 مسابقه است. جاسم کرم یک افسال به روی دروازه، یک ضربه سر و توی دروازه امید ابراهیمی گل دوم استقلال تهران رو به ثمر میرسونه. باز هم آبی پوشان پایتخت و شاگردان امیر قلعه‌نویی جلو میافتن. این دفعه روی افسال جاسم کرم و این دفعه دیگه اشتباه نکرد دروازه‌بان استقلال خوزستان تا امید ابراهیمی از غیبت مدافعین استفاده بکنه و گل دوم رو به ثمر برسونه. آیا سید مهدی سید صالحی فرصت دبل کردن رو خواهد داشت در این مسابقه؟ نه، خود مهدی مؤمنی است که پشت توپ ایستاده تا در برابر محسن فروزان قرار بگیره. میتونه به گل‌های زده خودش اضافه بکنه. اینجا مهدی مؤمنی در دقیقه 38 مسابقه، خود مهدی مؤمنی و توی دروازه گل دوم استقلال خوزستان. 2-2 مساوی. چه فوتبالی رو داریم تماشا میکنیم. تقریبا وسط زد ضربه خودشو و حالا حساب کار 2-2 مساوی. 4 گل زده شد. دقیقه 43 یک افسال به روی دروازه که امکان موقعیت هست. یک ضربه سر توی دروازه سید مهدی سید صالحی که فرصت دبل کردن رو بهش ندادن توی پنالتی که به وجود اومد. حالا موفق میشه خودش دبل بکنه و گل سوم استقلال خوزستان رو به ثمر برسونه. امید ابراهیمی روی این صحنه چه میکنه؟ آیا بازی 3-3 میشه یا نه؟ امید ابراهیمی و توی دروازه با اینکه پرویز کریمی درست تشخیص داد جهت توپ رو، اما ضربه امید ابراهیمی درون دروازه قرار گرفت. کماکان دارن با داور مسابقه صحبت میکنن بازیکنان استقلال خوزستان، اما آقای تویج بهوردی نظرش قاطع بود. جاسم کرا، ببینیم چه میکنه جاسم کرا. یک افسال با پای راست، فرصت و گل چهارم استقلال تهران و سجاد شهباززاده میزنه. 4-3. چه فوتبال نابی رو میبینیم. 7 گل در یک مسابقه. سجاد شهباززاده. افسال زیبای جاسم کرا رو نمیشد به گل تبدیل نکرده، اگرچه اونجا معتقد به خطا به روی دروازه‌بان خودشون بودن بازیکنان استقلال خوزستان. پشت توپ هست مهدی مؤمنی. یک افسال به روی دروازه، توپو برمیگردونه سید مهدی. حالا یک ضربه از محمد طیبی و گل توی دروازه. 4-4 مساوی. چه فوتبال نابی. استقلال خوزستان 4 استقلال تهران 4. باورم نمیشه از این نتیجه. 8 گل در یک مسابقه و شب سردی که تبدیل به یک بازی هیجان انگیز شد در ورزشگاه قدیر اهواز و البته به یاد ماندنی و شکایت تمرین شده خوبی رو انجام داد بازیکنان استقلال خوزستان و سید مهدی سید صالحی بعد از 2 گلی که زد حالا پاس گل هم میده تا نشون بده چه بازیکن بزرگی بود که به خدمت گرفتن آبی پوشان دیار کارون.